بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 16/6/99 این سیستممونه با گیاهان قاشقی، سانسوریا، یه برگ همینجوری گذاشتم تو آب و پیتوس. گیاه ها ریشه هاشون معلقه در آب، سیفون میشه. الان سیفون اتفاق افتاده اومده پایین و یه چند وقت دیگه قطع بشه میره بالا. سیفون که بیاد پایین این ریشه ها اکسیژن رسانی بهشون میشه. قسمت بالا که توی آبه، قسمت بالا الان هوا میخوره و اکسیژن میخوره، قسمت پایین هم که تو آبه هم کود رسانی میشه هم اکسیژن رسانی. یکی از مزایایی که این سیستم داره سریع و رشد بودنشه. من الان این سانسوریا و یه برگ بود گذاشتم داخل آب، به فکر میکنم 20 روز نشد که 20 روز یا یه ماه نشد که 2 تا پاجوش زد. این سانسوریامونه که این ریشه هاش رو ملاحظه میکنیم. این هم 2 تا پاجوش هاشه، این هم که الان کنده شد. به راحتی میشه قلمه زد. یا مثلا این پیتوسمونه که چند وقت پیش گذاشتم و تندی ریشه میکنه. هم داخل آب میذاریم و ریشه میکنه. این محفظه فیلتر مکانیکیه یا مکانیکال فیلتر که ذرات جامد رو اول میگیره یا همون مدفوع ماهیو، و بیو فیلتر هم که آمونیاک رو میگیره برای سطح کشته. اون وظیفش به عهده ریشه گیاهان. بغل پنجره گذاشته شده، کاملا نور داره و نیاز به هیچ LED مصنوعی هم نیست. امروز 23 شهریور 99 ادامه کار رو میخواییم اوکی بکنیم. این وانه رو میخواییم درست بکنیم. اینم فیلتر مکانیکیه که حالا بهتون نشون میدم چجوریه. باش. این پروفیل بوریه که با 1000 بدبختی خریدیم تا بتونیم اینا رو باش جوش ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27/6/99 2 کیلو ماهی تیلاپیا ریختم، 20 تا 100 گرمی 20 تا 100 گرمی ریختم. هنوز سطح کشت رو نکشتم، حالا سیفون کرد. آب الان اینجاست. آب تقریبا تا اینجا میاد، آب تا اینجا میاد، لب این و سرریز میشه. این هم که میذارم باعث میشه که آب به یک باره تخلیه شه.
الان این زیر قطعه و آبی نمیاد. تا اجازه بده که آب تا این سطح برسه. ماهی رو وقتی میخواین اندازه بگیرین اینجوره که مثلا این ماهی با آب من خریدم، این ماهی و با آب که توی پلاستیکه، دیگه این پلاستیکاه از حالا وقتی از هر جا تعیین کنین ماهی و آب داخل اینه، کلا اینو میذارید رو ترازو، بعد ماهی رو وزنش میکنید. مثلا من گذاشتم 12 کیلو با آب و ماهی بود، ماهیاشو دونه دونه با توری گرفتم انداختم و دوباره وزن کردم 10 کیلو شد. پس یعنی 2 کیلو میشه ماهی. 20 تا خریدم میشه 100 گرم دونه ای. اینا مهمه تا ببینیم که هر روز چند گرم باید بهشون غذا بدیم و چجوری بهشون غذا بدیم. و برای سطح کش بسیار اینا حائز اهمیته، چون هر 100 گرم غذایی که ما به ماهیا میدیم و میخورن 2 متر مربع سطح کش نیاز داره. حالا نسبت تناسب خودتون حساب کنید. 2 متر مربع سطح کش نیاز داره هر 100 گرم غذایی که توسط ماهیا خورده میشه. برای تصفیه به 2 متر مربع سطح کش نیاز هست. حالا بستگی داره چی میخواید تو این سطح کش بکاریم. تقریبا هر 1 متر مربع توی 1 متر مربع 20 الی 25 تا سبزیجات برگی میشه کاش، یعنی کاهو، ریحون، نعنا تو هر 1 متر مربع. اما اگه بخواید میوه‌جات بکارید مثل گوجه، مثل توت فرنگی و اینا 5 الی 7 تا میشه اگه اشتباه نکنم، حالا دقیقش تو جزوه هست. 5 الی 7 تا میشه سبزیجات میوه دادنی کاش، مثل گوجه و توت فرنگی و اینا. چون سبزیجات میوه دادنی عناصر زیادی مصرف میکنن و به خاطر همین توی 1 متر مربع کمتر باید کاشته بشه توی سطح کش. اما سبزیجات برگی مثل کاهو نسبت به سبزیجات میوه‌ای مثل گوجه، مثل لیمو اینا عناصر کمتری مصرف میکنن. پس ما میتونیم 20 الی 25 تا نشا توی 1 متر مربع سطح کش بکاریم. الان داره نزدیک میشه که سرریز بشه آب. الان آب سرریز شد. الان آب داره تخلیه میشه و سیفون داره انجام میشه. الان آب اینجاه و فشار هوا باعث میشه که
سیفون انجام بشه و ریشه ها بهشون اکسیژن رسانی و نیتروژن رسانی بشه. آب تقریبا تا اینجا تخلیه میشه. کس مثلا 5 لیتریه چیز، آره 5 کیلویی یا 5 لیتریه. آره به لیکا معروفه. اینم سایتشه. تو کل کشور این خیلی معروفه. من از محلات رفتم خریدم به نام لیکا. کلی ولی توش خاک داری، باید قشنگ بشورید اینا. کلی خاک داره باید بشورید. یکی از معایب این پوکه ها اینه که شسته میشه با آب وقتی میخوره بهش کلا شسته میشه. حالا اگه دست منو مشاهده فرمایید اینا شسته میشه و آبو کثیف میکنه. یعنی شما توی آکواریوم زینتی از اینا استفاده نکنین بهتره. حالا این چون تیلاپیا سیستمم زیاد عیب خاصی نداره، وقتی آب به این میخوره اینا یواش یواش شسته میشه و ازش کم میشه و تو آب محلول میشه و به جداره ها میچسبه. کار فیلتراسیون سخت‌تر میشه با این پوکه. اما اگه مثلا سنگ بریزید بهتره، سنگ شن بادومی ریز بریزید چون شسته نمیشه خیلی بهتره. این مشاهده بکنین این کامل داره شسته میشه که این اصلا خوب نیست. حالا نه اینکه اصلا خوب نباشه ولی خب عالی نیست نسبت به شن بادومی. ولی خب یکی از مزیت‌های خوبی که داره اینی که سبکه و راحت جابجا میشه. نسبت به سنگ راحت جابجا میشه و اگه بخوام یه نشایی بکاریم یا برداریم راحت میشه. تندی میزنم کنار، یه نشایی میکنم، تندی میزنم کنار، نشایی برمیدم. ولی سنگ اینجوری، سنگ خیلی جابجاییش سخته و اگه بخوای ریه گیاهی بکارید بسیار سخته. قبل اینکه وارد سیستم بشه باید قشنگ بشورید، چه شن بادومی و چه اینو، که عاری از هر گونه میکروب ها و باکتری ها و یا قارچ ها باشه. اگر یه گیاهی رو میخرید و نشاشو میکارید داخل آب، داخل سیستم آکواپونیک، به ریشه ها نگاه کنید که وقت شپشک نداشته باشن. شپشک آردالود میگن، این شپشک سفیدا، این شپشک سفیدا که مثل تار عنکبوته میگن آردالود. این شپشک ممکنه داشته باشه، قارچ ممکنه داشته باشه، نباید وارد سیستم بشه این باکتری ها. الرحمن الرحیم. امروز 3699 پوکه ها رو ریختم تو این، اما باید بیشتر پوکه بریزم. اینجور پوکه فایده نداره، باید بازم پوکه بریزم تا پوکه تا این لب، یعنی تا این لب قشنگ بیاد جوری که پوکه داخل این نریزه. پوکه باید مثلا تا اینجاها باید پوکه بریزم که بیاد بالا. روی پوکه نباید اینجوری خیس باشه، میبینید خیسه. این باعث میشه وقتی آفتاب بخوره به این جلبک تمام این سطح رو بگیره و راه ها و منافذ رو مسدود بکنه و اجازه نده آب رد و بدل بشه.
پس روی پوکه باید به اندازه 2 بند انگوش یا 3 بند انگوش یا 4 بند انگوش، هرچی بیشتر بهتر، خشک باشه. باید روی سطح کش خشک باشه، یعنی آب که تا اینجا بیشتر بالا نمیاد، آب از اینجا داره میره و بیشتر از این بالا نمیاد، بیشتر از این خط، پس آب تا اینجاست. پس من باید دوباره اینقدر پوکه بریزم تا بیاد تا اینجا که اینقدر خشک بمونه، یعنی مثلا حدوداً 4 بند انگوش خشک بمونه.